زیاد است که رشک دارن. رشک دو تقسیم میشه. هر بار که برای مادر توفه میباد، این دفعه باشد برای کلین، برای همسرش میبرد، میبیند رشک از این سبب میشود. دیدیم که بعداً مادرها ببخشید جاهل هم شدن که میگن که زنت رو سرده، میگن من از این خوبترش رو برای تو میگم. حالا همونی که مجبور میکنه که این سرش به از این بهتر میارم، از این بدترش میاد که میاد در سرش چرمغز میشکنه. در سر این پسر نی، در سر انم خشتومن حق ندارد که این گپا بگوید، باید از خدا بترسد. و پسر هم حق ندارد که زنش رو به خاطر مادرش طلاق بدهد. مادرش رو احترام کند. مادر جان، هر چی که میگوی خدمتمند، فرزندت، غلامت هستم. لیکن آخه من از خدا میترسم. خدا نگفته است که برای کمبودی، برای که مادر یعنی خشتومنش پسند نشده است، یعنی این کلین به خشتومن پسند نآمده است، باید این فرزند باید طلاقش بدهد. نیست. در کدام قانون، در کدام شریعت، در کدام دین؟ او من فقط جواب میگم، فقط قیامت است در گور. من تو با من نیستی که آخر مادر، فقط فردا در اون گور از تو نمیپرسند که چرا کلینت رو بچت یعنی چی کار کرد، طلاق داد. از من میپرسند که من چی بگویم. بعد من چی میگویم؟ باید این چیز رو مسلمان یعنی همه مشکلی، اگر اصلی مسئله برگردیم، اکثریت کلی مشکلی زندگی در ندانستن دین و بیسوادی است. در بیسواد انسان به خودش ضرر میارد که دشمنش آوردن نمیتواند. این هم از روی بیسوادی است. یا که دیروز سمیه کلین با ما مکتوب نویست، گفت که هر باره که من پدر شوهرم رو دادا میگم، دادا جان میگم، نمیدونم تاجیکانی از کجا بود، تاجیک بودن، یادم ندارم از کجا، پدر خودم رشکش میاد. گفت پدری کلین وقتی که میبیند که وای خسورش رو دادا جان میگه، پدر جان یعنی دادا جان میگه، احترام میکنه، این رشکش میاد. چی میگه؟ میگه که ها، میگه او برای تو پدری شد، برای تو پدری کرد، ببینی که تو کجا رفته. اگر قبیح هم شود، عینی به انصافی، عینی به ایمانی است. عینی به انصافی و عینی به ایمانی و به انصافی هست. از قدیم مردمی ما میگن چور پیر و چور تکبیر. پدر و مادر خسرخشتومن، ما بجوی پدر و مادر است. لیکن یعنی هیچ پدر یا هیچ مادر حق دخالت کردن در زندگی چی پسرش چی دخترش ندارد. موافق شریعت احترامش بجایش، احترام پدر و مادر رو بجا بیارد، تمام، همچنین فرزند. لیکن اون حق ندارد که به خاطر پدر یا به خاطر گفته مادر زن رو طلاق بدهد. شریعت قطعاً منع کردگی است و این حرام است و عاقبتش ناکامی و بدبختی پی در پی است. برای همین باید که شور باشیم. یعنی باید همیشه از روی عقل و فراست و از روی خیرخواهی و از روی تحلیل و تشخیص و دیگر باید زندگی کنیم. مسلمان باید دائم ترازو داشته باشد، دائم تحلیل داشته باشد، دائم تشخیص داشته باشد. کورکورانه زندگی نکند. کورکورانه زندگی کردن به بدبختی رفتن است. نمیشود که من گویم که ای من کاردار نیستم. نمیشود، چون در اول گفتیم ای مردم زنده شوید، بیدار شوید، شما وظیفه دار هستید. و وقتی که دیدید خیش و تبار هر دو همسایه در حالت این هستند، یک علاج کنید، اینها رو با هم پیوند کنید. نمانید که جدا شوند، نمانید که طلاق شوند. مادرهای عزیز، شما هم در زندگی وزنین شوید. چندین نامه ها است، چندین چیزها است که اکثر در مادرها هم شکایت میکنند. اگر میخواهیم که پشخری اویلا کم شود یا نیست شود، باید کورس ها بخونند. حالا در اون کشوری که تجربه خیلی خوب دارد، تا اگر همون سرتیفیکت نداشته باشد نیکاهش زکسش نمیکنن. یعنی چیز زکس نمیکنن، تمام. یکی از شرط های نیکاه که در اونجا یعنی نیکاه در مسجد ها می شود، باید که اون سرتیفیکت هر دو طرف یعنی تقدیم کند، در اساس اون بعد نیکاهشون میکنن. مؤسسه‌های تحلیلی و تشخیصی نظرسنجی و نظرپرسی کردن زیاده از 200,000 اویله. من این رو در BBC با زبان انگلیسی یکون نمیدونم، یکون 15 سال یا 20 سال پیش شنیده بودم، گوش کرده، تماشا کرده بودم.
وقتی نظرسنجی میکنن به خلاصه میگن که 90% سعادت انسان از همین زن و از همین فرزنده و از همین خونه وابستگی دارد. 90% سعادت انسان، 10% دیگر عاملای بیرونی است و 90% بدبختی انسان هم از همین زن و فرزنده و خانواده وابستگی دارد. هر انسانی که به خاطر شهوترانی ازدواج کردگی است در زندگی ناکام است. هر انسانی که ازدواج به خاطر شهوترانی کردگی است در زندگی ناکام است. ناکامی و بدبختی و چی از طرف زن چی از طرف فرزنده میآید. چرا؟ وقتی که نیت نیک نبود. زندگی به خاطر فرزند است و فرزند رو پروردگار این فرزند نعمت است برای میدهد که شکرانه اون رو به جا بیاری، اون رو تربیت کنی. همه اویله در اساس محبت برپا نیست. همه اویله در اساس مهر و محبت برپا نیست. این قلبو در صاحب، حتی که قلب من در اختیار من نیست. کسی رو من از حد زیاد احترام میکنم، بعضی نفرهای اطرافم میگن که حضرت چی بردار بردار. خب میگم که نمیدونم، دوست نازش میبینم، احترامش میکنم. هر روز باید که شوهرش یا زنش رو بگه دوستت میدارم، به خاطری که در تربیت فرزندان کامیاب شود. عزیزان، باره از استاد شنیدم، تلخ شنیدم، میخوام که ملایم کرده بر شما بفهمانم. طلاق شوخی نیست. با طلاق شوخی نکنید و خصوصا بعدا نفرها هستن یک باره چی میگن 3 طلاقت کردم و پس از او میگن چی میگن برای من یک روایت. و پیش از اون فکر کن، عقلت را در جوش بیار، پیش از اون فکر کن. میگفت استاد هیچ حالتی مؤمن و خصوصا زن و شوهر مسلمان هیچ حالتش از اجر از عبادت بیرون نیست. به خاطر چی؟ به خاطری که حالا ببینید تمام عبادت ها در اسلام اول دارد اخیر دارد. نماز نیت دارد، سلام دارد، همین خیلی است. با پایان رسید، تمام با پایان رسید. روزه نیت دارد، افطار دارد، تمام شد. حج احرام دارد، بر آمدن از احرام است، با همین تمام شد. یگانه عبادت یک عمره در اسلام همین نکاح است. هیچ عبادت یک عمره نداره. عبادت یک عمره است که از هر لحظه ایش پروردگار برایت اجر میدهد. باید مسلمان در فکرش باشد که این مشکلی رو من پس سر میکنم، پروردگار برای من اجر و قصری در جنت میدهد. دانشمند اسلامی رو زنش بسیار میگفت. بعد گفتن که استاد طلاقش بده جانت خلاص شود. چی گپ است؟ گفت شاگردو ولی که ایره طلاق میتم یکون بیچاره دیگه بره در بلا میماند. ولی من میدونم که این همه گفته این اجر دارد. ولی اونی که ایره میگیرد ولی دیگر اون نمیدوند که اجر دارد، زندگیش تلخ میشود.